به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، همه شما را باز هم به این دهه آخر، دهه آزادی از آتش جهنم، تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند این دهه آخر به همه شما نصیب گردانه، شما را از بسیار سختی و مشکلات و بیماری که سبب محروم شدنتان از این دهه می شود، الله را دعا میکنم که خداوند برای شما تن صحت، وقتی خوش و مشکلاتاتون الله مهربان با فضل کرمش برطرف بگرداند. و الله مهربان دعا میکنم که خدای مهربان این دو دهه‌ای که از ما گذشت به درگاهت مقبول و اجرها و ثوابهای این ماه را در نامه اعمالمان الله مهربان نویسنده گردانیم. الله مهربان دعا میکنیم که در این ملک ما، در این دیار ما همیشه تنجی و آسودگی و امن و آرامی را الله مهربان نگه دارد. جمعی برادرانی که از ما در این حوادث آخر، در این ماه بسیار شریف و خیر دنیا را پدرود گفتند، الله رحمت و مغفرت و در دل پیوندا و نزدیکانشان الله مهربان صبر جمیل نصیب گرداند. و از الله مهربان دعاگو هستیم که تمام برادرای از ما در مسافرت هستین، خداوند صحت و سلامت نگهتان داره، کاراتون در برار و برکت نصیب گرداند. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، امروز که روزی اولی بگیم از دهه آخر هست، یکی از مسئله هایی که در این دهه اخیر برای ما مهم و ضرور هست، این باب اعتکاف هست. الحمدلله رب العالمین که سالهای اخیر برادران عزیز، خیلی سالهای بگیم چند سال اخیر، من حتی یاد دارم از سالهای 2000 از اونم بروقتر مردم در مسجدها اعتکاف میشیشتن. حتی زمانهایی که ما هم بگیم در مسجد به حیث امام بودیم، بسیاری از برادرای ما در مسجد اعتکاف می نشستند. و امروزها هم الحمدلله رب العالمین برادران ما در بسیاری از مسجدها علاقه اعتکاف آغاز کردند. الله مهربان باز هم توفیق این مردم ما را در نسبت دین زیاد گردانه و جمعی برادران و خواهرانی که از این سنت پیامبر نازنین من، از این اعتکاف برخوردار می شوند و اعتکاف می شینند، خداوند اجرها و پاداشهای این عبادت را هم در نامه اعمالتان نویسنده گرداند. برادران عزیز و گرامی، من برای شما
درباره اعتکاف کمی معلومات میتون که اعتکاف چند روز هست و برای آدمی که معتکف هست یعنی اعتکاف نشسته است باید کدام کارها را در مسجد انجام تید کمی من برای شما گفته میگذارم. برادران عزیز و گرامی، اولا شما دانید که اعتکاف در مسجدهایی که در اونجا جماعت گذرانده می جماعت خوانده می شوند، خواه مسجد 5 وقته باشد خواه مسجد جامع جمعه خانی باشد، در هر دو اینها اعتکاف نشستن درسته. برادران عزیز، حکم اعتکاف سنت مؤکده هست، مثل چگونه که تراویح حکمش سنت مؤکده است، اگر ما نخوانیم گناهگار میشیم، همچنان اعتکاف هم حکمش سنت مؤکده هست. ولی برادران عزیز و گرامی، در مسئله گویم اعتکاف چخیلی که سنت مؤکده گفتیم، لیکن بر گویم وجه کفایه است، بر وجه کفایه است. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، از زمانی که ماه مبارک که از 2 سال هجرت بگیم فرض شد و پیامبر ما 9 سال روزه داشتن، در همین 9 سال پیامبر ما اعتکاف بنشستن. مادامی که حضرت در هر یک رمضان پیوسته نشستن، به همین خاطر این سنت مؤکده شد. ولی از بس که در نشستنش پیامبرمان امر نکردند، بلکه فقط از فضائل این، از اجر و از ثواب این اعتکاف که برای ما و شما گوشزد کردن، از این خاطر این برادران عزیز بر همون وجه کفایه باقی ما. یعنی اگر به شرطی که ما در محله که زندگی میکنیم، اگر یک نفرم از همون محله ما رفته و در همون مسجد اگر اعتکاف نشیند، از گردن باقی مردم محله این چی هست؟ ساقط می شود. خیلی که ما در نماز جنازه هم اگر یک نفر از ما در جنازه اشتراک کند، از گردن باقی مردم ساقط می شود، یعنی اشتراک نکردن در گناهگار نمی شوند. اعتکاف هم برادران عزیز همین است. از این لحاظ یعنی بینین که مردم محله دانین که اگر همین نفر نمی رفت و نمی نشست، همه ما و شما گناهگار بودیم، ترک سنت مؤکده میکردیم. به این خاطر شما در حق نفرهایی که از محله های ما و شما می روند و می نشینند در اعتکاف، در حقشون دعاگو باشین و برای اونها برادران عزیز امکانیت و شرایطات آن باشد، خوراک‌های سحر بیگاشونه انشاءالله اگر در برابر آنه که اونها از خانه هاشون میگیرن، ولی اگر ما یک چینیم چی برده در دستشون کمک کنیم، خوراکشون بتیم، احسان کنیم، انشاءالله این بهترین میشود که یعنی اینها سبب شدن که ما بگیم از یک در این ماه از گناهگار شدن پیش الله خلاص شدیم. بیاییم برادران عزیز و گرامی، مسئله اعتکاف انا شما چگونه که فهمیدین حکم اعتکاف، فهمیدین که سنت مؤکده بر وجه کفایه است. زیرا که بسیاری از صحابه پیامبر وقتی اعتکاف نمی نشستن، پیامبر اونها را در این بابت سختگیری نمی کرد که بیاین مقصد همتون اعتکاف بشینین. از این لحاظ اینا همچون یک بر وجه کفایه میگیم.
خود برادران عزیز و گرامی، انا معنای اعتکاف چی است؟ اصلی ریشه کلمه از عکفه هست. یعنی چخیلی که اعتکاف هم از روی لغت معنای دیگر دارد و از روی اصطلاح شرعی معنای دیگر دارد. مثل که ما میگیم حج از روی لغت معنای دیگر دارد، لیکن از روی اصطلاح شرعی معنای دیگر دارد. مثل حج ما میگیم از روی لغت بگیریم، بر یک کار بزرگ وقتی آدم قصد میکند، نیت میکند، اینا میگن حج. لیکن از روی اصطلاح شرعی بگیم، میگیم عبادت مخصوص در ماه مخصوص، ببینین در مکان مخصوص، چخیلی که یعنی و ببینید در ماهای ذوالحجه حج مقصد ادا می شود، یا مکان مخصوص دارد، برای خودش مکان مخصوص دارد. از این لحاظ یعنی از روی اصطلاح شرعی معناش دیگره، از روی لغت دیگره. همین اعتکاف هم از روی اگر لغت بگیریم، اصل ریشه کلمه عکفه می شود، به معنای در یک کاری را در او کار تعظیم کردن، او کاری بزرگ شماریدن، مثال از روی لغت می شود. لیکن اگر از روی اصطلاح شرع بگیریم، در یک گوشه از مسجد نشستن، با ذکر و با تسبیح و با قرآن مشغول شدن، میگن اعتکاف. این از روی اصطلاح شرعی. برادران و خواهران عزیز، در وقتی که مسئله اعتکاف میگیم، مؤمن باید که احیانا یک خلوت را، یک لحظه را، یک ساعت را برای راز و نیاز پروردگارش باید جدا کنه. اگر در مسئله اعتکاف همون دهه را که 10 روز را که پیامبر نازنین می نشست، میتونن که برادرای ما همین 10 روز در داخل مسجد وقتی شما میرین یک گوشه که انتخاب میکنین، برای خودتان جاگه خوابتان میبرین، زیرا که برای آدمی در اعتکاف نشستن، خواب کردن مقصد یکون گناه نداره. وقتی شما اونجا در برای خودتان یک گوشه که انتخاب میکنین، باید از جمیع گویم سخن دنیایی باید پرهیز داشته باشین. تلفن هم که اگر همراهتان باشد، بر هر یک کارهای بیهوده مشغول نشیدن، فقط برای یگان ضرورتی که برای شما می شود، برای آوردن طعام است، یا برای مقصد یگان از خانه می پرسن یگان ضرورتی می شود، اجازت است که شما مقصد با تلفن هم یگان چیزی داشت. لیکن در همون هم با صحبت ها و با مشغولیت و با فرزندا و با دیگر لحظه ها و ساعت ها صحبت کنید، این اجازت نیست برادران عزیز. فقط آدم معتکف، آدمی در اعتکاف نشستگی باید که فقط با ذکر، با راز، با نیاز، با پروردگارش برادران عزیز صحبت داشته باشد. خب در شبهایی که نفر اعتکاف میشیند، برادران عزیز در همون داخل مسجد خوردن نوشیدن برای او اجازت است، ولی در عباره های مختصر آمده است که فقط در درون مسجد برای آدمی که اعتکاف میشیند برای همون خوردن و نوشیدن درست است. برای نفرهایی که مقصد گویم اونها در اعتکاف نیستند یا معتکف نیستند،
برای آنها خوردن و نوشیدن در درون مسجد اجازت نیست، مگر در رمضان برادران عزیز که ضرورت می شود برای کشادن روزه، این انشاءالله همون ناجایزی را در همون حالت ضرورت که هست درست می گردانند. ولی معاشرت زن و شوهری، یعنی برای آدم معتکف، آدمی که در مسجد نشسته است، اینها همون بگیم معامله زن و شوهریشونه، نزدیکی با زنانه، همبستر نمودن، مالیش دادن یا به شهوت بوسیدن، اینها برای شخصی که در اعتکاف است برادرای عزیز و گرامی حرام است، اجازت نیست. چگونه ای که شما میتونید در مقصد آیتی از سوره بقره، در آیت 187 از سوره بقره، یعنی الله مهربان من کرده است برای معتکف که او هم بستر شدن، زن و شوهری کردن یا بوسه به شهوت کردن یا مالیش و مثال قپیدن و اینها را حرام گردانیده است. میگد باید اعتکاف پیوسته باشد، یعنی خیلی نمیشود که یک روز اعتکاف بشینی یک روز استراحت کنی با روز دیگر برای، باید پیوسته باشد. میگه و اگر به شرط آدمی که در اعتکاف نشسته است 1 ساعت به عذر، یعنی از همون جای اعتکافش بیرون از مسجد شود و بگد مقصد یک هوای تازه بگیرم و یا اینکه مقصد بیرون برای قطعی 1 و 2 هم بیرون دا صحبت کند، اگر همیجا 1 ساعت گذره برادر عزیز اعتکافش فاسد می شود. خب و اگر برای که نفری که برادران عزیز در مسجدهای 5 وقته اعتکاف میشینند ولی برای روز جمعه برای جمعه رفتن اگر لازم باشد، این باید چیکار کند؟ این آدم همون وقتی را جدا میکند که باید رفتن نماز جمعه خانه حقی بگیم، یا اینکه در همونجا نماز تحیه مسجد خواندن و نماز جمعه خواندن و گشته به همین جای مثال بودگیش باید گشته بیاید. یعنی این نمیتونه که ای سحر خسته روه، اگر در تا نماز جمعه تا تحیه و جمعه خانیش اگر همون راهی که طی میکند جمع اگر نیم ساعت باشد نیم ساعت پیش باید براید، 1 ساعت باشد 1 ساعت پیش باید براید. وقتی زیاد هم در همین جا باید که جدا نکند. خب اکا از همه میگد بهترین اعتکاف در مسجد الحرام است، یعنی در کعبه در مکه مکرمه است. بعد از آن میگه بهترین در مسجد نبوی است در مدینه است و بعد از آن در مسجد الاقصی یعنی در بیت المقدس، یعنی در اینها نشستن از همه فضیلت زیاد. بعد از آن در مسجدهایی که نماز جامع از جمعه خوانده می شود، بعد از آن در مقصد مسجدهای 5 وقته میتونن که اعتکاف بشینن. خب چگونه ای که گفتیم برادران عزیز، اعتکاف از پیامبرمون 10 روز است. 10 روز حضرت ابتداءً در دهه اول می نشست، بعد در دهه مابین می نشست، اخیراً در دهه اخیر نشست. وقتی که آخری عمرش آمد در 2 دهه اخیر در مسجد نشستن، یعنی 20 روز نشستن. ولی برادران عزیز همین دهه آخر از همه مقصد اشاره های زیاد در حدیث همین دهه اخیر در شده است که حاضرین من برای شما یک چند حدیثی را از امام بخاری و امام مسلم از بچه حضرت عمر عبدالله میارد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. حضرت عبدالله بن عمر میگه که همین دههای آخری رمضان دا میدیدم که حضرت دیگه میرفت مقصد اعتکاف می نشد. حضرت عایشه مادرمونم حدیث بخاری و مسلم است،
میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله تعالی ثم اعتکف ازواجه من بعدی. یعنی میگه عایشه مادر میگه تا زمانی که از حیات حضرت با این دنیا پدرود گفتن دهه آخر اعتکاف می نشستن. و حضرت امام ابو هریره هم حدیث بخاریه میگه کان نبی صلی الله علیه وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام. هر رمضان دا می دیدیمش که حضرت همون دهه آخر دا می رفت و مقصد اعتکاف میشیش. فلما کان العام الذي قبض فیه، لیکن همون سالی که حضرت میگه جانش خداوند گرفت اعتکف 20 یوما. حضرت میگه در همون سال 20 روز نشست. 20 روز. این برادران از ترغیب و ترهیب از کتاب جناب امام منذری هست. همینجا یک حدیثی را دیدم، بسیار حدیثی برای آدمایی که معتکف میشینن بسیار یک پاداشی بزرگی را جناب امام بیهقی میاره، از حضرت علی میارد ابن حسین عن ابی رضی الله عنهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. پیامبر ما گفته بود است که هر کسی که اگر دهه اخیر رمضان اعتکاف بشیند، یک نفری که 2 حج فرضی میکند و 2 عمره میکند چند ثواب میگیرد؟ برابر همین گفته است در نامه اعمالش الله ثواب مینویسد. ناگفته نماند که برای خواهرها و مادرها هم اعتکاف سنت مؤکده است. یعنی شما فقط خواهرای عزیز اگر در این شرایطهای ما برای زنها مقصد امکانیت یا شرایطی برای نشستن اینها در جای علاهیده از مسجد ما نداره، ولی در کدام دنیایی که اگر در کدام مقصد منطقه هایی که برای زنها اگر جای علاهیده برای نماز خواندنشان باشد یا از چشم قوم مقصد همونها دور باشند، اونها میتونن که در همون مسجدها همون زنها هم فقط اجازت شوهر قطعی میتونن رفته در همون مسجد اعتکاف بشینن. یعنی زنها هم میتونن اگر شرایط مسجد برای همون زن مهیا باشد. اگر نباشد، یعنی این مثال در جمهوری ما شما میتونید که همون خانه ای را که برای خودتان جای عبادت های یا یک خانه ای را که برای عبادت جدا میکنی در همون جا میتونید که شما مقصد اعتکاف بشینید. اعتکاف خواهرها و برادرای عزیز کمترینش 1 روزه، اکثرش 10 روزه. شما میتونید که 1 روزم یا میتونید 2 روز، میتونید 3 روز، یعنی کمترینش 1 روز و بالاترینش 10 روز میتونید که شما اعتکاف بشینید. اعتکاف دهه اخیر ماه رمضان پیش از غروب آفتاب روز 21، یعنی همین روز برادران عزیز و گرامی پیش از غروب آفتاب، یعنی پیش از نماز شام بعد نماز عصر شما الک جا و مکانتون در مسجد میگیرین پیش از غروب و پیش از شام بگیم، یعنی پیش از شام و آخری که مثال شما باید که از مسجد براین این پس از دمیدن صبح روز عیده. یعنی اگر امروز اینا 21 ماه رمضان است، امروز بعد نماز عصر یعنی پیش از آفتاب فرو رفتن شما باید که داخل شین. روز عید اگر عید 29 روز بیا روز 9، 30 روز بیا روز 30، بعدی دمیدن صبح، همین صبح که دمید تو میتونی که مسجد ترک کنی و یعنی امروز این حاضر 3 و
3:48 3:45 تا روز ممکن است تا قریب یگان 3:30 حتی ممکن که صبح دمیدنش باشه. میتونید که همون ساعتی که همین صبح دمید میتونید که شما همون کرپه و کرپچه و اسباب انجامتون جمع کنین و بعد به خانه تون بیایید. بعد دمیدن صبح همین ساعتاش مقصد ایاتون نبره. پیش از غروبی آفتاب میدروین، یعنی پیش نماز شام، و روز عید همون صبح که دمید میتونه که شما خانه بیایید. انا کن برادرای عزیز و گرامی، برای آدمایی که اعتکاف میشینن، آیا اینها مقصد کدام کارها را انجام داده میتونن؟ قضای حاجت رفتن، مثلا در درون مسجدها هم وقت بخشون طهارتخانه دارن. شما برای قضای حاجت رفتن یگان مانعی ندارد، یگان ضرری به اعتکافتون ندارد. آماده نمودن خوراکاتون، اگر به شرطی که یگان نفر باشد خوراک تا بیاره، حقی برآمدن نداری. لیکن نداری نفری که برای تو برای خوراک بیاره، یعنی هیچ کس هم برای تو خوراک نمیاره. این حالت میتونی که برای خانت خوراک بیگه تا بگیری بیای، یا میتونی برای خوراک سحر تا بگیری بیای. این حالت هم اجازت است. خب در درون مسجد خوردن، نوشیدن، خواب رفتن، شانه کردن موی سر، شانه کردن ریش، با مردمی که در درون مسجد یگان امر معروف و نهی منکر کردن، یگان نصیحت های دینی کردن، عوض کردن لباس، میتونی لباسات تعلیش کنی، عطر زدن، خوشبویی کردن. اگر بیمار شوی دکتر میتونی فیرات کنی با مسجد بیاد. اگر این امکانیت نباشد میره مقصد دارو و درمان تا میگیری و با گشته مقصد میایی. در درون مسجد اگر تعلیم دادن باشد، یگان مسئله باشد، قرآن باشد، میتونی که تعلیم بگیری، یا اگر خودت عالم باشی میتونی دیگران را تعلیم کنی. اینم برای تو اجازت است. خب لباسات شستن، لباسات دوختن، اینا هم برای مثال آدم معتکف اجازت است. اینها برای آدم بگیم نفر معتکف اجازت. یا چیزی که گفتم برای نماز جمعه رفتن، یگان ساعت مثال همون وقتی را جدا میکنی که رفته خوانده گشته آمدن در کار، بر وقت نی. یا اینکه اگر به شرط در درون مسجد که غسلی مثال که جنابت رسی، مقصد احتلامی شدی، اگر در درون مسجد جای شستشو و آبازی باشه همونجا نباشد، میتونی بیای خانه در خطه پاک کنی و با گشته مقصد به مسجد برای. خب انا کن نمیتونی که یگان آدم بیمار برای خبر بگیری. یگان آدم بیمار رفته خبر گرفتن، و همچنان در جنازه اشتراک کردن، یا یگان جنازه شود اگر شما رفته اشتراک کردن هم نمیتونی. یکی عیادت بیمار رفته نمیتونی، یکی در جنازه نفر اشتراک کردن نمیتونی. اگر رفتی مقصد همون اعتکافت باطل میشه، گناهگار نمیشه. مقصد برای اگر جنازه کس اشتراک هم کردی گناهگار نمیشه، که اعتکافت باطل میشه. برای همین این چیزا اگر مسجد جامع در رفتی، جمعه در رفتی که مقصد جمعه را خواندی که گفتن جنازه، انا جنازه را اگر بخوانی هیچی باقی نداره. لیکن برای مخصوص جنازه رفته دعا کردن و جنازه در اشتراک کردن برای آدمای در اعتکاف اجازت نیست. الله مهربان دعا میکنم که خداوند همه شما را توفیق دهد که از این
روزها و از این ثوابها برخوردار شید و انشاءالله راز نیاز پیش پروردگار کنین، در حقتون دعا کنین، در حق جامعه دعا کنین، در حق این تینجی و امانی من دعا کنین، زیرا بسیار حالتهای قبول دعا هست. برادران عزیز، مادرای عزیز، مادرایی که در خانه هستین، یک خانه که انتخاب کنین. شما میتونید که مثال اگر یک روزه نیت کنین، یک روز نیت کنین پیش ای صبح، یعنی سرخرک تا کردی اولی صبح نادمیده میره همون گوشک جاتا میگیری و در همون خانه که تا مقصد انا تا بگیم انا نماز شام که خواندی میتونی که از همون مسجد باشه مسجد بیرون میشه، اگر خانه باشد از خانه بیرون میشه. اگر یک روز نیت کنی، اگر به شرط یک شب نیت کنی، باید که از بیگاهی مقصد از نماز شام میدرای با نماز شام دیگر شبشم لازم میشه. انامین ها را دست نتین. انشاءالله بسیار ماه با برکت است. این خچم عبادت بسیار مهم هست. انشاءالله ثوابهایی را که من در اینجا برای شما خواندم، این کاری آسان است که 2 حج فرضی و 2 حج عمره را الله مهربان در نامه اعمال تا نویسه. این ثواب خواهرها و برادران عزیز از دست نتین. بازم دعا میکنم خداوند آنچه را که بیان کردم بر عمل کردن شما ما و شما را توفیق نصیب گردانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.